چقدر گوشمون گو همه را خورده قدی شاگردا یک پاچش مونده گو نگو همین پاچش ایمان است دیگرش ایمان چیزی صدقات کردی ایتا چیزی جمع کردی ایتا نیست دیگه کس میخواد من همیوز در روی زمین کرنمی روز پیدا شده بسیار پول جمع کرده گمردن رفتن پولاشو موندن عجیب همین است که اگر پیش با حالش که زکات داده باشد زکات داده حق مسکین داده باشد حق یتیم داده باشد الله سبحانه و تعالی در اول سوره توبه در اول سوره انفال اول آیاتش در عجیب بیان میکنن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله سبحانه وتعالى چقدر زیبا بیان میکند در هر جا که قرآن مؤمنون ذکر کرد استثناء میکند انما المؤمنون همه تان بدانید که در علم نحو و صرف عربیه اینما اداتی ایره حصر میگن یعنی همین است و غیری نیست چخیلی که در حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه همه محدثین همه حدیث در اول کتاب‌های حدیثشون تبرکان میارن وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه همین این نما قطعی شروع میکنن همه محدثین کرام همه حدیث چی میارن تبرکن در اولشون میارن امام شافعی رحمت الله علیه میگه که از این حدیث پیغمبر علیه السلام 80 مسئله استخراج کرده از همین حدیث یک حدیث امام شافعی رحمت الله علیه میگه که 70-80 مسئله را استخراج کرده چی معنا داره انما الاعمال بالنیات یعنی جای نیت قلب است زبان اعتبار نداره در شریعت اسلام یگان عبادت ما به زبان ما نیت نداریم همه چی به چی بوده است به نیت خب انما الاعمال بالنیات مقصد همی که به قلب نیت کن از خونه طهارت کردی غسل کردی مسجد رفتی جامع شرط نیست که بگو که نیت کردم دو رکعت فرض جمعه تو از خونه طهارت کردی غسل کردی جمعه خونی میرم گفتی با در او چی معنا داره یا که یک انسان قطعی همسرش هم کابگی میکنه پلاتین سر میگیره دوش میره اون هم نیت دیگه نیت غسل وجود نداره بفهمیم نه یعنی با کدام مقصد دیگه ایجاد خستی الکه با دیگه حدیثی را شر میدیه چخیلی که بعضی قرآن بعضی آیت تفسیر میکنه بعضی حدیث دیگر بعضی حدیث با تفسیر میکنه ان الله لا ينظر الى صوركم واعمالكم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله سبحانه و تعالی به سوی صورتای ما نظر نمیکند و به سوی عملهای به سوی مالداری ما نظر نمیکند بلکه به سوی نیت ما و به سوی عملهای ما نظر میکند یعنی اینما الاعمال بالنیات الحمدلله اینا ما نظر نیت کردیم که خونی زفرجان میویم شرط نیست که ای در درآمد نده نیت کردم حاضر خونی زفرجان ده میشینم و تو قصد کردی 20 کیلومتر آمدی با چی معنا داره برای این سبب اگر در فتواهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی میگه یک کس به نیت پیشین مسجد رفت وقتی که در مسجد درآمد از قفای امام نیت کرد که نیت کردم دیگه 4 رکعت فرض نماز خفتن برای چی رفته بود پیشی رفته بود بر زبان چی آمد خفتن بعد میپرسن یا اهل علم متخصص پرسر گلو رو نپرس الله در قرآن چی میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین ای رازگوها بیار دلیل تا اگر رازگو باشی قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین اگر شما رازگو باشی دلیلتون بیار هوای گپ نزن اصلی 21 اصلی دلیله با وانگوف مامانگوف یا که فرانی گو نمیشه چی خیلی هست دلیل بیار اگر متخصص باشی یکی متخصص نباشی وقت شرمنده نکه گپ نزن که میقفنده برای این سبب الحمدلله العالمین امین الله سبحانه و تعالی هر چی در کن دلیل در کن برای این سبب الحمدلله العالمین خیلی باید ما و شما الحمدلله العالمین امین جل آیتی که ما برای شما خوندم انما المؤمنون انما ادات حصر یعنی حروفی همین است و غیر این نیست همین است
اینما المؤمنون. اینجا مؤمنون الله برای چی گفته است؟ اگر کسی پرسه که مؤمن ای مسلم چی فرق داره؟ جواب: در هر جایی که لفظ مؤمن علیه آمد مسلم هم در بر میگیرد. در هر جا لفظ مسلم علیه آمد مؤمن هم در بر میگیرد. اگر لفظ مسلم و مؤمن در یک جا آمد جدا میشن، اگر جدا آمدن یک جا میشن. عجیب یک معنای زیبا داره. اگر ذهنتون کم ترک الحمدلله استفاده برید، لفظ مؤمن در کجای آمد مسلم هم در بر میگیرد. لفظ مسلم تنها آمد مؤمن هم در بر میگیرد. همچنین که الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام در هر جا که آمد مسلم که آمد مؤمن می آید. در هر جا مؤمن تن آمد مسلم هم می آید. فقط در بعضی جا جدا می آید. مثلا در سوره حجرات و قالت الاعراب آمنا، گفتن ما مؤمنیم. قل لم تؤمنوا، الله راشون که گفت هنوز شما مؤمن نشدید، شما نه تسلیم شدید، نه شما با زبان مسلمان شدید و دل هنوز ایمان قبول نکردید. یعنی اگر ما فرق بین ایمان و اسلام اگر کم ترک، در حدیث جبریل هم آشکار آمده است که خب اسلام ای چی فرق داره؟ ای ایمان فرق داره. اسلام چیزی ظاهری، یعنی کلمه شهادت، نماز، 5 رکن داره اسلام. اول کلمه شهادت، فقال جبریل اخبرنی یا محمد عن الاسلام، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم خب چی گفته؟ الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان و الحج. این 5 رکن اسلام شد. بعد ایمان چی؟ الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیر و شره و بعث بعد الموت. مثلا با در دیگه چیا می آید؟ خب ایمان 7 رکن دارد و اسلام 5 رکن دارد. خب لکن ما باید بدانیم که شرط قبول اسلام چی است؟ ایمانداری است. تا اگر ایمان نباشه اسلام قبول نیست. یعنی کلمه شهادت قبول نمیشه اگر ایمان نباشه، نمازت قبول نمیشه، روزت قبول، زکاتت قبول نمیشه، روزت قبول نمیشه، سبحان الله، حجت قبول نمیشه، روزت قبول. برای چی قبول نمیشه؟ برای که ایمان نداره. وقتی ایمان نباشه اسلام قابل قبول نیست. یعنی شرط قبول اسلام ایمان است. با شرط قبول ایمان اخلاص است. تا اگر اخلاص نباشه با ایمان تا قبول نمیشه. برای این سبب خداوند جل و علا ما و شما را توفیق بده که سبحان الله این چیزا رو ما باید خوب درک بکنیم. الحمدلله العالمین. اینجا الله چی میگه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این است و جز از این است مؤمن ها. منافقانه. منافق قرآن قبول نداره، منافق آیت قبول نداره، منافق زکات قبول نداره، منافق روزه را قبول نداره، منافق صدقات قبول نداره. اینجا مؤمنون الله گفته است. منافق چی است؟ در قرآن است سوره برای منافقین است. الله چی میگه؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله میگه ما گواهی میدم که منافقا دروغ میگن. منافق نماز میخونه ظاهرا، نه که بدلش قبول نداره، میگه من قبول ندارم. استغفر الله العظیم. هر منافقی که در قرآن آمده است منافق عقیدوی است. منافق دو تقسیم میشه، منافق عقیدوی و منافق فعلی. و اگر به دیگه ترجمه کنیم منافق اکبر، منافق اصغر. منافق اکبر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چون در اینجا الله میگه منافقین در پایان ترین درکات جهنم است، برای که قبول نداره. چرا؟ ایرا منافقی اکبر میگن، منافق عقیدوی میگن که قیامت قبول نداره، فرض الهی را قبول نداره، امر الله را قبول نداره. الله که منافق فعلی قبول داره، قیامت همه چیز قبول داره، لکن در عملش منافقی است. دروغ میگه، یک کس فریب میکنه، ایرا فعلی ایرا الله میبخشد، لکن او را الله نمیبخشد. برای چی؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. برای این سبب الله سبحانه و تعالی میگه که انما المؤمنون، یقینا مؤمن ها کی هستند؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقتی که الله را یاد کنن، وقتی که نماز بخونن، وقتی روزه بگیرن، طاعت کنن، با لرزان طاعت میکنن. نماز با آب چشم میخونن. سبحان الله، با آب چشم نماز بخونن. و اذا تلیت علیهم آیاته، وقتی که آیات قرآن تلاوت شود، سبحان زادتهم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه، ایمانا زیاد میشه طبق قرآن.